روز یکشنبه 20 ینور در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی ریاست جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ایول دایر می شود. پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم. روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجراییه افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود. این تیکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند. سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب‌های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان کلبالدین حکمتیار یاد شدند. ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم. ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما و وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه. اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا میشد، ولی با سبب‌های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تأخیر گذاشته شد.